عشق آمد از دل همه ویران درست کرد. ما را خراب کرد پریشان درست کرد. با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت، لایق امکان درست کرد. عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد. از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد. مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد. آهو که نیستیم یقینا کبوتریم، تولیت قبیله موسی بن جعفریم. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره های قم. رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم. قم بارگاه مادر معصوم های ماست، جان تمام کشورم ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد می دهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید به دادمان برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم کرم کنید، ما را دخیل تا ابد این حرم کنید. فصل کوچ است. وقتی دلت تنها و تنها در دل این کویر بهشتی آرام میگیرد، آماده رفتن شو. خنکای نسیم اجابت از همان لحظه که چشمانت به این گنبد خورشیدی میخورد دلگرمت میکند و دستان ارادت بر سینه زمزمه میکنی: السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر و رحمت الله و برکاته. رسم دلدادگی رسم مردمانی است که هر کجا باشند مقصدشان را از مسیر قلبشان میشناسند و این حرم چه مقصد آشنایی است. حریمی که سالیان سال است میزبان نگاه‌هایی شده که چشم امیدشان آنها را در پناه بانو آورده است. حتی در زمانی که چشمانداز آستان به دو صحن کوچک عتیق و جدید خلاصه میشد و راه آمدن برای هر بیقراری به همواری امروز نبود. اما این روزها که به قم بیایی به محبتی کریمانه میرسی و آستانی را میبینی که با نیت خالصانه واقفان وسعتی شایسته تر برای میهمانان بیشمارش یافته است. میونه توفان غم ریخته همه بال و پرم، بیبی جون جز در خوب نه شما کجا برم. بیبی جون به آستان بیا و ببین که صحن امام هادی علیه السلام با شکل و شمایلی نو و زیربنایی مقاومتر از قبل در حال آماده شدن برای مشتاقانی است که می‌خواهند زیارتنامه‌شان را درست مقابل ایوان طلا و ضریح مطهر فاطمه معصومه علیها السلام زمزمه کنند. و گسترش این صحن با احداث شبستان زیرینی با همین نام به کمال رسیده است و این مرمت و گسترش تا ضلع شرقی حرم مطهر هم امتداد می‌یابد و صحن جامع فاطمی آماده می شود تا پذیرای زائرانی باشد که به دریای رحمت فاطمه ثانی علیها السلام پناه آوردند.
اینجا هم شبستان دلگشای نجم خاتون سلام الله علیها است، محل گرد آمدن عاشقانی که می‌خواهند در نزدیکترین محل به مضجع نورانی بانوی دو عالم فاطمه معصومه علیها السلام آرام بگیرند و دستانشان را به آسمان بسپارند، به این ضریح آسمانی. بانوی لطف و جود و کرامت، خاتون اسمت، روح شفاعت، امید مایی روز قیامت. بیشک رسم مهمان دوستی آستان از گسترش سهم‌ها و رواق‌ها فراتر هم می رود و به آسایش بیشتر میهمانهایش چشم دارد، چرا که راهیان دریا سواحل امنی هم می طلبند برای تناسودن از سفر و دوردستی مسیرهایشان. زائرسراهایی که غبار خستگی را از جان مسافران برگیرد و قوای زیارت را به جانشان بازگرداند. دیگر همه می دانند که مهمان نوازی آستان هیچ کس را از توفیق زیارت بی نصیب نمی گذارد، حتی کسانی را که توانی برای حرکت ندارند. این چرخها که قدمهای شتابان پدران و مادران مسنمان شده، آنها را به مقصد امنشان می رساند و به یمن این مرکبهای مهیا دیگر کسی ناامید پاهای خسته یا جسم ناتوانش نیست که از زیارتی گوارا باز بماند. در این حریم بهشتی همه یاریت می کنند تا با دلی آرام و حالی خوش به حرم بیایی. همین است که اگر جسمت همراهیت نکند و محتاج مداوا شوی، دارالشفای حضرت معصومه علیها السلام همه توان و تجهیزش را به کار می‌بندد تا شفا و سلامت را به جان زائر کریمه اهل بیت علیها السلام بازگرداند. می‌بینی همت همه خدمتگزاران برای این است تا تو به مرادت برسی و قدم در بهشت بگذاری و تماشا کنی که چراغ‌های حرم مثل دل زائرانش همیشه روشن است. ببینی که مناجات‌های سحرگاه آغاز نجواهای عارفانه حرم است و این نجواها اوج می‌گیرد تا به نوای آسمانی قرآن برسد. فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. تنین تلاوت کنندگان در ماه خدا شکل عظیم تری می گیرد و کلام خدا با کام مشتاق نوجوانان، بانوان و همه زائران بارها تکرار می شود و صفهای با شکوه جزخانه روزانه به شبستان و رواقهای حرم صورت و سیرتی آسمانی می دهد که تلاوت ظاهر کلمات راه باطن را هم پیدا می کند و به مدد آموزه های قرآن و اطرت آستان پیام ها و معانی بلند و نهفته اش روشن می شود.
شوق و تشویق دانستن را با نگاهی به چشمانداز حرم به خوبی حس می کنی. از قفسه‌های گشاده‌ای که جواب پرسش‌های زیادی را در دل دارند تا کتابخانه غنی آستان که دستان پربارش را به شور و نشاط دانش آموزان و همت بلند پژوهشگران گشوده است. و در همه این فضائل و روشنی‌ها ارادت خیرینی خیراندیش را می‌بینی که دنیایشان فرصتی شده تا دل به دریای رحمت الهی بزنند و در خانه‌ای خدمت کنند که کرامتش ابدی است، خانه‌ای که وعدگاه بهشت است و بر سردرش نوشتند تا بخوانی یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه. گاهی عطر خوش این بهشت با رایحه گلهای معطر به مشامت می رسد، آن هم وقتی که ولادتی خجسته در راه باشد. پس می آیی و بر گلفرش خوش نقش و نگار حرم آرام می گیری و از غم روزگار و سنگینی دردهایش استخوانی سبک می کنی و دل به شادی این خاندان مطهر می سپاری و حرف دلت را در روشنی چشم نواز چراغ‌ها می‌گویی. رو به قبله با آرامش و طمأنینه. و در این بهشت اگر قرعه برکت هم به نامت بیفتد، راهی مهمانسرای آستان میشوی تا جسم و جانت از سفره کریمانه تبرکی جوید، سفره‌ای که در ماه خدا گسترده تر هم می شود تا با گشاد دستی هرچه تمامتر کام بسته روزداران را با طعامی پاک و مبارک باز کند. اللهم اعنا علی صیامه و تقبله منا و تسلمه منا. و گاه زمانی به آستان می رسی و وقتی سفره دلت را باز می کنی که در غم و اندوه آل الله شریک شده ای. صوت حزین مرثیه ها دل عاشقت را می سوزاند و آغازی می شود تا اشک از ارادت و عشقت بگوید، ارادتی که از اینجا قم، حرم اهل بیت علیهم السلام تا کربلا هم می رسد، در پناه خیمه‌ای به نام فاطمه معصومه علیها السلام که به استقبال معرفت و محبت مشتاقان اربعینی رفته است. و تو نگاه که می کنی در حلقه خوشایند زیارت اول عنایت خدا و نظر لطف و محبت خاص فاطمه معصومه علیها السلام را می بینی و بعد توفیق واقفانی که خلوصشان آنها را
در بهره و نصیب زیارت تک تک زائران شریک می